به نام خدا. در خصوص ترموستات پژو، در ادامه همون قضیه رادیاتور، چون لازم هست ترموستات پژو پشت اینه. بعد وقتی که میبینید که این شیلنگ مثلا گرم، خیلی داغه، نمیشه بهش دست زد، ولی رادیاتور یخه، این ترموستات به مشکل برخورده و آب رد نمیکنه از تو موتور که بیاد. این دو تا پیچو باز میکنید. فقط موقع باز کردن و بستنش حواستون باشه که این اولا بوکس میخواد، با رینگی و چیز اینا جا نداره که اینجا بچرخونید باز کنید. ثانیاً همزمان با هم باز و بستش کنید، چون این پلاستیکی سریع ترک میخوره میشکن. میگه ترموستات این شکلی میخرید، بعد اینو باز میکنید، اینو میذارید قبلیه رو برمیدارید، اینو میذارید سر جاشو، هواگیری میکنید و همین. در مورد نوع ترموستاتی هم که میخرید، حالا بیا اینا مثلا پیش‌فرض خودش فابریک خودش 82، این اون درجه آبیه که رد میکنه که مثلا بره تو رادیاتور، از اون درجه به بعد خیلی کم نندازین، چون این موتورات یه درجه‌ای برای کار کردشون مثلا مناسب و خوبه. کمتر از اون اگه موتور سرد باشه استهلاکش میره بالا. بعد بالاتر هم نندازین، ولی خب مثلا یه زمانی هست که شما دارید میرید سفر، جایی میدونید که یخبندون سرد بخاری رو نیاز دارید، میتونید بالاتر بندازید، مثلا برید 92 بندازید، ولی چیز خاصی اصلا نداره توی پژو. توی پراید هم اگر مثلا یه زمانی همون دیدید اصلا توی هر ماشینی این شیلنگ پشتی ترموستات، این شیلنگ پشتی این پیچ هواگیری خیلی داغه، ولی این شیلنگ سردتره. بعد رادیاتورتون یخه، همه چی هم کار میکنه، ولی دمای آبتون بالاست، مشکل از ترموستاته که 5 دقیقه 10 دقیقه کار میبره که عوضش کنید. وقتی اینو باز کردید خواستید بزنید سر جاش، این دورش خوبه که نه معلومه یا نه، این دورش خوبه که یه مقدار خیلی کمی چسب مزا بزنید، فقط زیاد نزنید، چون وقتی که میبندید توش هم میریزه دیگه. یه حالتی نزنید که بعد داخلش هم چسب مزا بگیره. و هیچ چیز خاصی نداره. موفق باشید.